سلام، عرض ادب و ارادت. دوستان، این قسمتی که دارم ضبط میکنم هم ارتباط داره به استراتژی زمانی، هم ارتباط داره با آموزش های بیسیکتون. ولی این نکته رو هیچ کس تا حالا توی آموزش های بیسیک، نه تنها توی آموزش های حرفه‌ایش هم مطرح نکرد. و این موضوع رو علت این که دارم مطرح میکنم اینه فقط برین درگیر بشین با این قضیه و یک مقدار از این قضیه سر در بیارین و یه مقدار توش عمیق بشین تا حالا آموزش های تخصصی تر. و نکته بعدی اینه، در مورد این موضوعات و هر موضوع دیگه ای نسبت به ترید و بازارهای مالی سوالی داشتین و چیزی واسه تو ذهنتون سوال شده بود، حتما بپرسین، چه توی اینستاگرام، چه توی یوتیوب، چه فضای مجازی. هر قسمتی که بنده پیج داشته باشم و حساب داشته باشم در اسرع وقت بهتون پاسخ میدم و پاسخ هایی که داله بر فروش پکیج نیستن دوستان، و فقط میخوام مشکل ها برطرف بشن. حالا این نکته ای که دارم میگم رو حتما توجه بکنین، چه دوستانی که آموزش هایی دیدن تو سطوح بازارهای مالی، یعنی در مورد بازار مالی، چه فاریکس چه ارز دیجیتال، که خیلی ها این موضوع رو حتی اگرم قبول بکنن نسبت به ارز دیجیتال رد میکنن، ولی من اون رو هم بهتون اثبات میکنم. این قیمت یورو، چارت یورو توی تایم فریم 1 ساعته. دوستان، شماتیک چارت یک شماتیک نزولی بوده از چه تاریخی؟ از حالا ما میتونیم از اینجا در نظر بگیریم که تقریبا ریزش شروع شده آخر آگوست، تقریبا آگوست 2024 تا الان مارکت ریزشی بوده. درسته؟ جهت مارکت ما یک جهت ریزشی بوده. درسته؟ یک سری نوسان تو یک ساعت، حالا اینا مثلا میگن روند توی 15 دقیقه است. بله، اینا کاملا درسته، مثلا حرف تو اینا ندارم. یک روند نزولی داریم دیگه توی تایم فریم 1 ساعته تا همین اوایل امسال که این آموزش داره توی 5/6 تقریبا 6. آره دیگه، نه امروز، آره 6 نیست دوستان، 4 توی 4 ژانویه 2025 این آموزش داره آپلود میشه و ضبط میشه. یه روندی داشتیم، یه روند نزولی توی یورو. نکته جالبش اینه، ما میایم اینا رو مولتیش میکنیم، یعنی یه دونه یورو رو نگاه میکنیم، یه دونه پوند داره میریزه، یورو هم داره میریزه. و خیلی هم میگن خب چه ربطی داره، جفتشون مقابل دلارن، دلار رفته بالا، اینا هم دارن میریزن. کاملا درسته، ولی من یه سوال ازتون دارم. شما که دارید تک تایم فریم، تک چارت رو تحلیل میکنی، مثلا میگه یورو قراره بریزه، خب چرا از پوندت استفاده نمیکنی؟ شاید پوند به تو نتیجه بیشتری بده واسه ریزش. پوند این شاخص دلاره، درسته؟ این شاخص دلاره و میگی شاخص دلار داره میره بالا، هم زمان دارن میریزن. باشه، من اینم از تو قبول میکنم. این چیه؟ اوراق 5 ساله است دیگه. حالا کسایی که باشش ندارن، 5 years not futures، قراردادهای فیوچرز اوراق 5 ساله است. این چارت چی؟ این چارت هم داره میریزه، درسته؟ خب اوکی، این چارت هم داره میریزه. این چارت چیه؟ قراردادهای 10 ساله فیوچرز. این چی؟ داره میریزه. تی باند فیوچرز داره میریزه. ببین دوستان، همه چارت ها نزولی هن. این نکته رو توجه بکنین، همه چارت ها نزولی هن. شاخص نزدک، درسته؟ میگه خب این چی؟ این یه روند صعودی داشته. کامل براتون اینا رو توضیح میدم. یه جاهای مارکت همگراست، یه جاهایی همگرا نیست. میبینین یه روند صعودی داشته. این روند صعودی از اینجا مثلا یکسان بوده، ولی اینجاها نه، اینجا روند ریزشی بوده، این داشته میرفته بالا. ولی میخوام ببینم این جهت ها دقیقاً به چه شکل به همدیگه وصل میشن. این خیلی نکته مهمیه. ببینید دوستان، درسته مارکت داره طبقه حرکتی، موومنتی حرکت میکنه، ولی کف و سقف هایی که میسازن باید یکسان باشه. این نکته واقعا نکته عجیب غریبیه که شما بین بازارها هم باید کورلیشن مثبت داشته باشی، یعنی مارکت همگرا باشه. یعنی چی؟ یعنی اینجا توی این ناحیه قیمت یک کفی رو ثبت کرده، این کف
توی تاریخ 2 ژانویه است. بله 2 ژانویه ثبت شده. این کف توی جمعه 20 دسامبر ثبت شد. این دقیقا همون نقطه است، 20 دسامبر و 2 ژانویه. این یعنی چی؟ ببینید دوستان، ما درسته که مارکتی داریم که شما میگین آقا الان در مورد نزدک چه حرفی داری بزنی؟ نزدک الان داره میره رو بالا ولی پوند داره میریزه. دوستان عزیز، مارکت یه جهتی داره، ولی این کفا رو میبینین؟ کفایی که نسبت به کفای دیگه زده و ثبت کرده و کف نسبت به کف، این کفا رو درک میکنین؟ میخوام یه چیزی رو بهتون نشون بدم. شما الان این کف رو دارین، بر فرض مثال همینجا تا این ناحیه هم نه، یکم میبریم جلوتر هستن اینجا، درسته؟ کف بالاتری ثبت شده. توی پوند چه اتفاقی افتاده؟ تو همین ناحیه یه کف پایین تری ثبت شده، درسته؟ حالا این اصلا شما فاکتور میخواین بگیرین نگیرین، اصلا اینو میخواین به این وصل کنین بعد به این وصل کنین، اصلا من کاری به این داستانش ندارم، ولی به این نکات توجه بکنین. شاخص نزدک سطوح بالاتر ثبت کرده، پوند سقف پایین، کف پایین تر ثبت کرده، درسته؟ نتیجه گیری این حرکت چیه؟ نتیجه گیری این حرکت یک موومنت دوستان. مارکت باید خودش رو برسونه. این چرخدنده های مارکت که عملا اصولشون اینه که روی چارت اصلی شما باید این رو نگاه بکنید، ولی تو چارت های که حجم پایین تری دارن هم میتونین این قضیه رو بررسی بکنید، ولی من واسه اینکه مشهود باشه دارم از چارت های اصلی استفاده میکنم و بهتره که از چارت های اصلی استفاده بکنیم. میگه الان این چه ربطی داره؟ تو داری میگی این سقف بالاتر زده این کف پایینتر پس قیمت میره بالا. اوکی، ببین دوستان، مارکت ها توی یه سری جهات مثلا اوراق قرضه با فارکس هم جهتن. خب یعنی اگر اوراق بریزن یورو هم میریزه، پوند هم میریزه، ولی شاخص نزدک و شاخص S&P 500 و شاخص داو جونز رو میتونید بگید در جهت همدیگه حرکت نمیکنن. یه جاهایی در جهت حرکت میکنن، اشتباه نشه، یه جاهایی در جهت حرکت میکنن. مثلا کجا؟ مثلا اینجا میبینین مارکت یه صعود داشته، اینجا هم دقیقا یه صعود داشته. چیه علت این صعودها؟ علت این صعودها نقصیه که بین چارت ها اتفاق میفته. این رو حتما توی مارکت برین چک بکنین، برین بررسی بکنین. من زیاد وقت این رو ندارم که بخوام کامل تر این موضوع رو توضیح بدم، ولی حتما برین این موضوعات رو بررسی بکنین. سوالی هم داشتین حتما از خودم بپرسین، براتون جواب میدم و پیگیری میکنم مشکلتون رو. ولی این نکات رو چه توی آموزش‌های بیسیکتون که خیلی خوب میشه اگر توی آموزش‌های پایه‌تون هم بتونین نکات رو بررسی بکنین، چه توی آموزش‌های سطح بالاترتون. و نسبت به همه چارت هم دقیقاً همین شکل دیگه. حالا من S&P رو هم بخوام مثال بزنم، داو جونز رو، داستانش رو حتما کامل‌تر می‌کنیم. امیدوارم که به دردتون بخوره و مفید واقع بشه. موفق باشید.